تیم المپیک تاجیکستان عبارت از بیش از 20 نفر روز 19 ایول توسط پرواز دوشنبه استانبول توکیو برای اشتراک در بازی‌های المپی به ژاپن رفت. بازی‌های 32 تابستانی المپی که سال گذشته به علت کرونا ویروس دایر نشد، از 23 ایول تا 8 آگوست در توکیو برگزار می شود. تاجیکستان را در این المپیاد 10 ورزشکار نمایندگی می کنند. سومون محمدبیکوف در وزن 73 کیلو، اکمل مرودوف در وزن 81 کیلو، کامرانشاه اوستوپریان در وزن 90 کیلو، تیمور رحیموف در وزن 100 کیلو. هر چهار در رشته گشتین دیزودو: بهادر عثمانوف 63 کیلوگرم، شعباز نعمتاللهیف 81 کیلو، سیاوش ظهوروف 91 کیلو. هر سه اوید به بوکس: الدر احمدیف اوید به ورزش سبک، انستاسیا دیورینووا، اولمجان ایشانوف هر دو اوید به شناوری. باعث پرچمبردار تیم تاجیکستان تیمور رحیموف انتخاب شده است. باز یک ورزشگر تاجیک گلسنبی شریپووا نیز به مسابقه دویدن به مسافه 200 متر در بین زنان به المپیاد راه خط گرفته بود، ولی متاسفانه به علت لت خوردن پایش گلسنبی به توکیو رفتن نتوانست. بنا به اطلاع دریافتی، عبدالله قربانزاده و دلشاد نظروف، رئیس و معاون اول رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان، جوانمردی نشان داده از سفر به توکیو دست کشیدند تا که به هیئت المپیک تاجیکستان هرچه بیشتر نفران نزدیک به ورزش از جمله مربیان راه یابند. ولی باز هم در هیئت منصبداران کم نیستند، از جمله احتم عبداللهزاده با آنکه دیگر رهبر کمیته جوانان و ورزش نیست و حالا اگنتی خرد حفظ اسرار دولتی را رهبری میکند، در هیئت رسمی تاجیکستان به توکیو میرود. در عین زمان برای مثال شناوران تاجیک مجبور شدند که بدون مربیانش به المپیاد سفر کنند. بنا به اطلاع نظرالله لطیف، شورای ورزشی رادیو آزادی، ورزشگران تاجیک سبقت را 24 ایول شروع میکنند. در این روز شعباز نعمتاللهیف در رشته بوکس در وزن تا 81 کیلو وارد رقابت شده. 25 ایول مشزن دیگر تاجیک سیاوش ظهوروف پسر رئیس خدمات علاقه بیگ صبور در وزن بیش از 91 کیلو به قوه آزمایش شروع میکند. از 26 ایول گشتینگیران تاجیک به سبقت سر خواهند کرد. نظرالله لطیف می نویسد که تیم تاجیکستان اینک بار هفتم در المپیادهای تابستانه اشتراک میکند و تا کنون در بازی‌های المپی صاحب 4 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 2 برنج شده است. مدال طلا را برای تاجیکستان دلشاد نظروف سال 2016 در سبقت گرز اندازی در ریو دی ژانیرو به دست آورد. مشزن مفزونه چوری و سال 2012 در لندن و گشتینگیر رسول باقیف سال 2008 در پکین صاحب مدال برنجی شده. گشتینگیر داغستانی یوسف عبدالسلاموف که در المپیاد و از نام تاجیکستان هنرنمایی میکرد، در بازی‌های پکین سزاوار مدال نقره شده بود.